بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، به برنامه با پیامبران خوش آمدید. واقعا حیات پیامبران مدرسه بزرگ ایمانی و اخلاقی و دعوی است. از این خاطر هر فرد مسلمان را میباید برای تکمیل ایمان خود، برای تکمیل اخلاق خود، برای رسیدن به رضای خداوند عزوجل از حیات پیامبران آگاه شود و از روزگار این بزرگواران برای خود درس عبرت آموزد. از این است که در قرآن عظیم الشأن قصه های پیامبران به طور وسیع و زیاد نقل شده است. در برنامه‌های قبلی دوستان عزیز به داستان حضرت نوح علیه السلام رسیده بودیم. آنجا که سران قوم او از حضرت نوح درخواست کرده بودند، طلب کرده بودند که اگر می‌خواهیم ما به تو ایمان آوریم، پیروی تو شویم، ما یک شرط داریم. شرط ما این است که آن مؤمنان فقیری که در اطراف تو هستند و تو ایمان آوردن، دینی تو را پذیرفتن، آنها را از نزدت میرانی، آنان را از نزدت دور میکنی، بعد ما میتوانیم پیروی تو شویم و دینی تو را میپذیریم. چون که ما با آنها نمیتوانیم همنشین باشیم، ما با آنها در یک طبقه بوده نمیتوانیم. چون این پیشنهاد کردن به حضرت نوح علیه السلام. دوستان گرامی، اگر روزگار پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را پیش نظر آوریم، ببینیم که در دوران ایشان نیز سران کفر مشرکان مکه عیناً همین شرط را گذاشته بودند، عیناً همین گونه درخواست کرده بودند. گفتن ما نمیتوانیم با بلال و عمار این مؤمنان فقیر هم نشین باشیم، در یک مجلس بنشینیم، برای ما مجلس الهیده باید داشته باشیم. درخواست کرده بودند که وحی نازل شد و این درخواست اونها را رد کرد. دوستان گرامی، این طبیعت دائمی متکبران است. خصلت متکبران مغرور چنین است: مردمان فقیر را به نظر کم می‌نگرند، آنان را به تعبیر آدم هم حساب نمی‌کنند. آنها آن مال و منصب و جاه دنیوی کوچکی که به آن میرسند، آن را به دست می‌آورند، آن را معیار شناخت مردم قرار می‌دهند، آن را دلیل بزرگی و برتری می‌دانند که البته این نگاه آنها باطل است، این کارشان غلط است. حضرت نوح علیه السلام که مردم را بر اساس ایمان و تقوا نگاه می‌کند، به معیار وحی بها می‌دهد که باید این گونه باشد، به قومش جواب قاطعانه داد. آنگونه که خداوند عزوجل در سوره هود سخن حضرت نوح را یا جواب حضرت نوح را به قومش نقل کرده فرموده. حضرت نوح فرمود: و ما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. یعنی حضرت نوح با آنها گفت: به امید نشوید که من به خاطر شما شرط شما را قبول کرده اینها را از نزدم برانم. آن نگاهی کج و آن بهای غلطی که شما دارید، من آنگونه مردم را بها نمیدهم. آنگونه که چشمان کج شما اینها را پست و حقیر میبیند، اینها اینگونه نیستند. انهم ملاقو ربهم، هرگز آنها را من نمیرانم، آنها به دیدار خداوندشان خواهند رسید. خب به دیدار خداوندشان که رسند، اگر من آنها را در این دنیا برانم برای اینکه فقیر هستند، تنها جرم آنها اینکه آنها فقیرند، باید آنها را از نزدم برانم. اگر چون این کنم، این جنایت است، این ظلم است. آنها به دیدار پروردگارشان میرسند، حتما شکایت میکنند و این باعث خشم خداوند میگردد. من میبینم که شما قوم جاهل هستید. جهلتان چنان به جای رسیده که مردم را بر اساس مال و منصب بها میدهید، مردم را به معیار دنیا بها گذاری میکنید و درجه های آنها را درجه بندی میکنید، زینه بندی میکنید. ولکنی اراکم قوما تجهلون. این جهل است، این جهالت است، این غفلت است، این کوری چشم بصیرت است که انسانها را بر اساس مال و جاه و منصب بها گذاری کنید و طبقه بندی کنید و هر کسی که مال و جاه و منصب دارد در نظرتان گرامی باشد و هر کی از این چیزها محروم است کسی ناکس باشد. چون این نیست. این جهالت است، این نادانی است، این غفلت است، این بیخبری از معیار و از قوانین وحی است که مردم را بر اساس ایمان و تقوا بها گذاری کرده، مرتبه و منزله داده. این اکرمکم عند الله اتقاکم، گفت قرآن. گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
هر کسی ایمان قوی تر دارد، هر کسی خدا را خوبتر میشناسد و خدا بیشتر نزدیک است، او گرامی تر است. نه اون کسی که مالی بیشتر دارد یا منصبی عالی تر دارد. ولکنی اراکم قوما تجهلون. این کافران متکبری دوران حضرت نوح مثل هر متکبر و مغرور در هر دور و زمانی درک نمی کردند که میان فقیر بودن و میان رسیدن به کمالات ایمانی و کمالات نفسانی هیچ تضادی نیست. میتواند انسانی فقیر به درجه های بلند نزد خدا نائل گردد و امکان دارد منصب دارترین کس، جاه دارترین کس نزد خدا حقیرترین کس باشد. کمالات ایمانی، فضائل نفسانی به مال و منصب و جاه مربوط نیست. میتواند یک نفری تماما عادی از نگاه مادیات، از نگاه اجتماعی میتواند خیلی نزد خدا گرامی باشد. بنابراین حضرت نوح با آنها گفت هرگز به امید نشوید، من اینها را از نزدم نمیرانم، من آنها را از مجلس درسم که درسهای وحی الهی است محروم نمیسازم. آنها شایسته ترند که در مجلس من باشند و شما با این شرط گذاریتون، با این غرورتون شایسته هستید که از این وحی، از این درسهای الهی محروم بمانید. اینچنین به آنها گفت ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم. یعنی گفت من به کسانی که چشمانی کج و مریض شما آنها را ناکس و حقیر میبیند نمیگویم که از خیر و برکت محرومند، نمیگویم که خداوند به آنها چیزی نمیدهد آنگونه که شما میپندارید، بلکه آنها اهل عطای الهی هستند، بلکه آنها را خداوند لطف کرده و از عطاهای عزیز خود، از بخششهای بزرگ خود به آنها عطا کرده. دلیل این که آنها از اهل عطا و بخشش الهیان این است که اهل ایمانند، به ایمان مشرف شدند. الله اعلم بما فی انفسهم. او خداوند تعالی خود میداند که به آنها چی داده و در نفسهای آنها چیست و آنها به چی دستاوردهای ایمانی و اخلاقی نائل گشتند. وقتا این کافرانی به مال و منصبشان فریفته شده مردم را چنین بهاگذاری کردند، مؤمنان اطراف حضرت نوح را ناکس و حقیر پنداشتند و چنین وصف نمودند. حضرت نوح با آنها گفت ولکنی اراکم قوما تجهلون. شما جاهل هستید، شما جاهل هستید که چنین میکنید و چنین میپندارید. بنابراین هر نفر در هر عصر زمانی اگر مال و منصب را معیار قرار داده انسانها را بر اساس مادیات بزرگ میشمارد و ایمان و معنویات و فضائل نفسانی را به نظر نمیگیرد، این دلیل جهل است. حضرت نوح با آنها گفت افلا تذکرون. ای قوم من مگر پند نمیگیرید؟ مگر وقتی آن نرسیده که از این غفلتتان، از این خوابتان بیدار شوید و به چشم حقیقت بنگرید و بیدار شوید ببینید که این مال و منصب و جاهی که دارید هیچ ارزشی ندارد و روز حساب پیش خدا بر اساس ایمان و عمل صالح حساب می شوید و این دارایی که جمع کرده اید از مال و متاع دنیای فانی شما را ذره در نزد خدا در روز حساب کمک نمی کند. افلا تذکرون. آیا پند نمی گیرید؟ آیا از خواب غفلت بیدار نمی شوید؟ گفته حضرت نوح آنها را خطاب کرد. دوستان عزیز، چون این قومی سرکش، قوم حضرت نوح با حضرت نوح خیلی بحث و مناظره های زیاد کرده بودن قبل از این هم و این بار هم دیدن که ناکام شدن. به تعبیر دیدن که با نوح در مسئله رسالت، در مسئله ایمان، در مسئله دعوت سودا کرده نمی شود. دیدن که او را خریده نمی شود، به هیچ وجه او راضی نمی شود و پیشنهادهای آنها. دیدن که ناکام شدن، ناامید شدن. در نهایت گفتن ای نوح ما خسته شدیم، ما از جدل و بحث با تو مانده شدیم، کافی است این بحث و جدل ها. به نوح علیه السلام خطاب کرده گفتن آنگونه که قرآن حکایت کرده قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. یعنی قوم او به نوح علیه السلام گفتن ای نوح تو با ما بحث و جدل کردی و خیلی زیاد بحث کردی. فاکثرت جدالنا، جدال خیلی زیاد کردی، کافی است، دیگر ما طاقت بحث و مناظره با تو را نداریم. و این دلیل بر این است که این پیامبر گرامی و این پیامبر صبور
که 950 سال عمر خود را در دعوت سپری کرد، در جدل و در گفتگو، در مناظره خیلی مهارت عالی داشته که این قوم همه با همین عددشان که اکثر بودن البته دست تسلیم میبردارن و از بحث و مناظره دست میکشن، میگوین کافی است، دیگر ما نمیتونیم با تو بحث را ادامه دهیم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قومی سرکش نمیگن بحث را خاتمه بخشیم، اندیشه میکنیم، فکر میکنیم، شاید دعوت تو را پذیریم. نه، میگویم بحث کافی است، آن عذاب را که ما را دائم بیم میدهی بر سر ما بیار. بگذار آن عذابی که دائم میگویی که اگر ما نپذیریم عذابی میآید، بگذار آن عذاب بیاید. این کنت من الصادقین میگوین، یعنی اگر تو راست میگویی، چون شک دارن، اصلا باور ندارن که این فرستاده خداست، فرستاده بر حق خدا را باور ندارن. میگن اگر راست میگویی، این کنت من الصادقین، اگر از راست گویان هستی، عذاب را بر سر ما بیار. این چنین سرکشی میکنن، این چنین طغیان میکنن و عذاب هم فعلا بر سرشان خواهد آمد که در درس‌های بعدی خواهیم دید. اما اینجا حضرت نوح با آنها میگوید انما یاتیکم به الله ان شاء. عذاب در دست من نیست، من وظیفه‌ام تنها رساندن است، رسالت الهی را برای شما میرسانم، اما عذاب را او تعالی میآورد. اما اگر روزی که عذاب آمد فرا رسد، ما انتم بمعجزین، هیچ جا که شما از آن عذاب نجات نخواهید یافت. عذاب را ذات مقتدره بر سر شما خواهد آورد که هیچ چیز او تعالی را عاجز نمی‌سازد. آنگونه که امام قرطبی اینجا میگویند از این آیه کریمه استنباط می شود که بحث و جدل در دین جایز است اگر به مقصدی بیان حق از باطل باشد، اگر به مقصدی رد اهل زیغ و اهل بدعت و اهل اندیشه های باطل باشد. بنابراین برای کس جایز است تا بحث کند، جدل کند در دین و حقیقت را بیان کند و نگذارد که صاحبان اندیشه های باطل و منحرف مردم عامه را گمراه سازند. بله، به این شرط که به مقصد بیان حقیقت باشد، اما به مقصد اثبات برتری خود، به مقصد مغلوب ساختن حریف باشد، تنها مقصد این باشد، البته بحث ناجایز و مذموم است. قوم نوح علیه السلام سرکشی کردند و او ایمان نآوردند به جز عدد اندکی و چون این تحدی کردند، در مبارزه برخاستند، نه تنها با نوح علیه السلام بلکه در مبارزه با خدا شدند. گفتن آن عذابی را که ما را بیم میدهی بگذار به سر ما بیاید. در درس های بعدی خواهیم دید که حضرت نوح با این قوم سرکش چی میکند و کدام عذابی بر سر این مشرکان مغروری سنگدل که 950 سال دعوت پیامبرشان آنها را دلهای آنها را نرم کرد. خواهیم دید که چه عذابی بر سر این قوم می آید. در حفظ و امان خداوند باشد.